خود را به همه استادان و دانشجویان میرسانم. من دولتова Мубина دانشجوی کورسی یک فکولتتی مالیوی اقتصادی می باشم. امروز از روی نامیناسیای آثار ادیبان کلاسیک در اینجا برآمد میکنم. سرأول میخواهم یک غزل از استاد حافظ شیرازی برایتان قرائت نمایم. این چه شور است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کی روزی بهی میطلبد از ایام، هر کسی روزی بهی میطلبد از ایام. علت آن است که هر روز بدتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. اسپیتالی شده مجروح به زیر بالان، تلق زرین همه بر گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پندی حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن، نیکی کن کین پند من به دور نه من کتابا را دسترس کردم نتونستم راستی گپ از اینترنت گرفتم. بعضی ما همه چی کوشش میکنم کتابا را دسترس کنم. نه من کتابخانه صدرالدین عینی در کدم اعضا خود من یکی گفتن که уже تمام کردگیم کتابا را نتونستم دسترس کنم. ندادم. با پورگی خیر که مقصد خطا نکنم از زیاد میدانم یکی فقط فرصت کمتر به درست دیگه معلمم فرصت کم داشتم و میسه یک شریف بدید آوازی خوشو داری مبینا میفهمیم که زرد داره نمینت چی دیزومومه رو میگیری تو یا کنید توقع میزومومه حتی رو بگیرید اگر تا دور شهری شما در فرصت بتید میتونم با میتونم گوش ما تا دور شهری نمیم در یک هفته مبلغ میتونم روی خط تیار میکنی با بچه که ادبیات بچه مانده میای در پیش من کابینت 550 ماشینم میسپاری روی خط را من میبینم و طلبا جوابی باشید بعد در شهری را رو خط میتونیم نباشم میبچم خفه نشید برای روی خط شما و طلبا